سلام مجدد خدمت تمام شما دوستان عزیز. در ویدیو قبلی ما پروداکت کاتگوری و پروداکتس برای شما به معرفی گرفتیم و گفتیم زمانی که QR کد که مربوط همین پروداکت خاص میشه را ای را اسکن کنیم ما را به یک سایت میبره و در اونجا تمام اطلاعات مربوطه ای را برای ما نمایش میده. خب زمانی که ما یک QR کد ای پروداکتی که به نام ABC هست را اسکن کنیم دقیقاً ما را میبره به این رقم یک سایت و در اونجا هم اونمو تمام مشخصاتش برای ما نمایش میده. مثلا نام جنریک نیمش چی است، نیمش چی است، فوتویش کدام فوتو هست، تاریخ تولیدش کدام تاریخ است و اینجا هم اکسپایریشن دیتش. ما اینجا میبینیم که تاریخش مانده یا خیر. اگر تاریخش گذشته باشه خب برای ما قسم اطلاعاتش برای ما نمایش نمیده. برای که ما 100% اطمینان حاصل کنیم که آیا این پروداکت واقعا تاریخش منقضی نشده، به او خاطر ما اینجا بخش را ماندیم به نام لایف چت که از طریق واتساپ و تلگرام هم میتونید با مسئول یا کمپانی که مسئولی فروش همی پروداکت هست ارتباط بگیرین و از ایشان پرسان کنید که آیا این منقضی شده ای پروداکتشان یا خیر. خب زمانی که پروداکت اکسپایر شود برای ما چی را نمایش میده؟ خب ما این سیستم طوری که آماده ساختیم که از زمانی که تاریخ اکسپایریشن دیت میرسه، مثلا 5/16 وقتی که تاریخ 5/16 میرسه خود سیستم میره اتومات میآید استاتوسش از اکتیو به اکسپایرد تبدیل میکنه. از اکتیو وقتی که به اکسپایرد تبدیل کرد بعد همین QR کدی را که ما در زمانی که اکتیو بوده دانلود کردیم و پیش خود داریم یا در پشت اون پروداکت زده شده، این کاملا با او سینک است. همین سیستم با هر اپدیتی که این میشه او QR کد هم اپدیت میشه و از زمانی که او را ما اسکن کردیم برای ما در سایت نشان میده که این پروداکت اکسپایر شده و توصیه شده که ما از استفاده نکنیم. خب فعلا خب تاریخ ما به این نرسیده. خب من ولی میایم ما خودیم از قسمت اپدیت داره این اپدیت میکنیم میبینیم که آیا دقیقاً هم کار میشه یا خیر. خب میایم از اینجا استاتوسش از اکتیو به اکسپایر تبدیل میکنیم، سابمیت میزنیم. خب پروداکت ما موافقانه اپدیت شد. من ولی ما آمدیم خود ما استاتوسش به اکسپایر تبدیل کردیم. خب زمانی که ما یک QR کد اسکن کنیم برای ما چی را نمایش میده؟ اینجا استاتوسش اکسپایر شد. خب آمدیم ایرا اسکن کردیم. زمانی که ایرا اسکن کردیم ما را ریدایرکت میاره به این سایت و در این سایت بله در این سایت برای ما گفته شده this product has expired, please avoid using this product and contact the supplier for assistance. خب به خاطر که اطمینان ما حاصل شود که واقعا تاریخش گذشته یا خیر، از قسمت لایف چت هم میتونیم ارتباط بگیریم با تامین کننده همین پروداکت یا همین محصول. خب ای بود بخش پروداکت منیجمنت. بخشای امپلوی منیجمنت هم مشابه به همین بخش است. در ویدیوی بعد به شما به معرفی میگیریم.